پهلوان خوشنام توجیک سامان محمدبیکوف روز 16 اکتبر در مسابقات گراند سلام در پاریس پایتخت فرانسه در وزن 73 کیلو در گشتیر دیزودو در سه نبرد اول بر اورونبایر از مغولستان، گارسیس از اسپانیا و هدایت ایدارف از آذربایجان پیرو شد و به دور نیمه نهایی رو یافت. ولی متاسفانه سامان در مبارزه برای رخصت به مرحله نهایی از رقیب فرانسویش تئو ریکوین شکست خورد و نبرد برای نشان برنجی را به رقیبش از رومانیا الکساندر رایکو هم باخت و در نهایت جای پنجم را به دست آورد. سامان محمدبیکوف سال 2020 در گراند سلام در پاریس که چمپیونات خرد جهان اوید به گشتین دیزودو هم نامش میبرند جای هفتم را صاحب شده بود. محمد رازق نعمت کارشناس گشتین و مجری گروه فیسبوکی ورزش تاجیک نوشته است که متاسفانه موتیواتور اساسی سامان محمدبیکوف مربیش فاتح محمدبیکوف به سبب دیر به دست آوردن ویزای شنگن نتوانست شاگردش را در این مسابقه همراهی کند و نبودن او در کنار سامان سخت احساس میشد. محمد رازق نعمت در عموم هنرنمایی سامان محمدبیکوف تنها ورزشگر تاجیک در مسابقات پاریس را موفق نامیده نوشته است که جای پنجم در مسابقات مثل گراند سلام پاریس بهترین است. او سه پیروزی سامان در سه نبرد اول در پاریس سه نبرد زیباترین سامان نام برده، به خصوص از غلبش بر هدایت ایدارف از آذربایجان که دو کرات جایزه‌دار قهرمانی جهان و قهرمانی جودوی اروپا است ستایش کرده است.